کنید. پس جداول تکمیلی بچه ها جدی بگیرید. خیلی از بچه های حسابدار با تجربه یا مشاورای با تجربه هم روی این خیلی روی جزئیاتش اشراف ندارن. یه سری جدول هم هستن به اسم جدول پایه و هویتی. خب به حال از اون عنوانش هم مشخصه، یا این جدول اطلاعات شما رو از شما، اطلاعات هویتی از شما میگیرند، یا یک سری اطلاعات تکمیلی از شما میگیرند که خب مثل جدول مشخصات شخص حقوقی، حسابهای بانکی، هیئت مدیره، مجوزهایی که دارید یا دفاتر قانونی که دقیقاً بخواید در واقع خریداری کردید در موعد مقررش. این جدول جدا جدول پایه محسوب میشن که تعدادشون هم در واقع اینجا ما بخشش رو نوشتیم، اگر هم چیزی هم باشه زیر این اضافه میکنیم. یه بخشی از جدول هم هستن که صرفا برای کنترل وضعیت اظهارنامه‌تون. جدول اگه مشکلی داشته باشه تو بخش پانویس به شما گزارش میکنه که کدوم جدولاتون ناقصه، و وقتی هم که تکمیل شده باشه و شما هیچ مشکلی توی بخش پانویس و این فیش نویس نبینید، راحت میتونید برای ارسال اقدام کنید. پس جداول نهایی سازی هم از عنوانش مشخصه، یه تعداد جداول که دوتا هم بیشتر نیست، فکر میکنم حالا دقیقه یکی دیگه هم اگه باشه، ولی فکر میکنم این دوتا هست اگه اشتباه نکنم. پس این 5 دسته رو ما به شما توضیح دادیم. خب و عرض کنم خدمت شما که اون 41 جدول عملاً دسته‌بندی میشن به یکی از این جداولی که اینجا ما داریم. یک نکته رو من حالا به شما بگم، یه مژده در واقع به شما بدم. این 41 جدول همیشه مورد نیاز نیست. چجوری میشه که این 41 جدول رو ما توی این اظهارنامه داریم کامل میبینیم؟ به خاطر اینه که من اومدم توی یک جدولی، یکی از جدول اصلی به عنوان اطلاعات اختصاصی، همه گزینه‌هاشو من اومدم اینجا بلی زدم و طبق این گزینه‌هایی که بلی میزنم مبلغش چی؟ مبلغ عرض کنم خدمتشون جداولی که باید تکمیل بشه رو به من برام فعال کرده و نشون داده میشه. من اگر مثلا بخوام بگم اینو خیر بزنم، ببینید من یکی یکی اینا رو خیر میزنم. عرض کنم خدمتتون که دفاتر قانونی دارد، حالا بله بورس خیر، ماده 143 ما نیستیم، حالا بعد به شما میگم استیجاری نیست، مؤسسه بیمه نیست. میخوام یک نمونه رو با هم کامل بریم. دوره مالی واردات صادرات نداشته، مشمول در اتفاقی نبوده، معاف نداره، اشخاص حقوقی بخشودگی نداره، ماده 168 نیست، ماده 180 چیزی نداشته، مالیات مقطوع نداشته، کمک نداشته، اشخاص حقوقی دو جذب سرمایه‌گذاری خارجی نداشته، موقوفه نبوده، استقلال زیان صنعتی نداشته، 272 هم نیست، تجدید ارزیابی هم نداشته و سال قبلش هم تصفیه نکرده چون بریم تو اعتراض برای شرکت خودمون، میخوایم ببریم تو اعتراض. حالا این نکته هم بعدا در مورد میگم به شما. این هم که 77 هم نیستیم، اوراق بهادار نداریم، دانش بنیان نیستیم، تغییر و توسعه نداریم، دوره مالی سرمایه‌گذاری مستقیم نداریم، فروش اوراق عرضه نداریم. خب ببینید عذرخواهی میکنم. الان این جدولی که این بالا هست تعدادشون خیلی زیاده دیگه، درسته؟ من این جدولی که الان فعال کردم نگاه کنید، فقط ببین من فقط مرور میکنم. این ذخیره که میزنم بخش از این جدولات کم میشه، این تعداد زیادشون از بین رفت. ببینید چند تا شد. تمام. یعنی کل جدول رسید به همین چند تایی که اینجا الان شما دارید نگاه میکنید. درست شد؟ پس این جدول اطلاعات اختصاصی تأثیرگذار هست که داره تعیین کننده است که شما چه جدولایی باید تکمیل کنید و چه بخشایی رو نباید تکمیل کنید. خب تا اینجا اوکی. من برمیگردم به فایل اکسل خودم. ببینید اون جدول ما توی این فایل اکسلمون اینجا هم داریم. خب من قشنگ اینجا نوشتم توی این
قسمت هر کدوم که شما بری بزنید چه جدولی براتون فعال میشه تو این فایل اکسل براتون اینجا من ثبت کردم. صرفا هم این نیست، چون این حالت چک لیستی داره و کارهای زیادی روش انجام میدیم و هنوز هم داریم تکمیلش میکنیم. ببینید من بخشای زیادی برای این گذاشتم، اینو بازش میکنم. خب یک به یک با هم چند تا نمونهشو میخوام فقط مرور کنیم. این جدول اختصاصی از منشأ اینه که شما بخواید یک به یک این اظهارنامه‌تون رو به این سمت حرفه‌ای شدن پر کنید. من الان فقط میخوام برای شما مرور کنم واقعیتش که ببینید چه اتفاقاتی درگیر یک اظهارنامه هست. خب اینا رو من تو دوره مقدماتی همه‌شو به شما نمیگم، اما فقط میخوام آشنا بشید با کلیت موضوع. اوکی، ببینید من در واقع تو این جدول، من جدولش رو درست کنم یک، خب این خطش. ببینید یکی از امکاناتی که من اینجا دقیقا گذاشتم، آیا شما شخص حقوقی مشمول ماده 143 هستید؟ 143 چیه؟ نمیدونیم چیه. ما خود ماده قانونی، اصل ماده قانونی اینجا آوردیم. یعنی شما وقتی میایید روی این کلیک میکنید، بذارید من برگردم به عقب، روی این کلیک میکنید اصل ماده قانونیش میاد به شما نمایش داده میشه. تا اینجا اوکی. بعد اگر بخواید اطلاعات تکمیلی در مورد کل ماده قانونی داشته باشید، روی این کلیک که بکنید اینجا خود محتویات ماده قانونی براتون آوردیم. حالا ضمنی که به شما آموزش میدیم در دوره‌های پیشرفته و حرفه‌ای و یک جاهایی هم ممکنه توی دوره مقدماتی به شما آموزش‌هایی بدیم که کدوم مواد قانونی خیلی مهم هستن، اما بر حسب لزوم ما به شما اطلاعات مربوط به مواد قانونی هم اینجا ارائه دادیم و توی دوره‌های آموزشی به اینا هم خواهیم پرداخت، ولی بخش عمده‌شون بازم تاکید میکنم توی دوره پیشرفته و حرفه‌ای است. فقط اینجا میخوام یه نکته به شما بگم. من این ماده قانونی اینجا آوردم. خب موارد زیادی هستن، سایت‌های زیادی هستن که در مورد کلا یک نوع بانک اطلاعاتی قوانین مقررات سعی کردن ایجاد بکنن. ما اینجا یه کار خیلی ساده کردیم تو بخش اول. اونم چیه؟ اینم وقتی شما روی این کلیک که میکنید کلا وارد سایت دارایی میشید. خب اون بخشنامه و ماده قانونی کامل اینجا که میبینید هیچی. من میخوام اطلاعات دیگه به شما بدم. الان من وارد سایت دارایی شدم. ماده قانونی که اونجا من اصلش آوردم به علاوه توضیحات و تبصره هاش، وارد سایتش که میشین اینجا انواع اقسام بخشنامه هایی که صادر شده، دستورالعمل‌هایی که صادر شده به عناوین مختلف روی اون موضوع ماده قانونی، ببینید تصویب نامه ها، دستورالعمل ها، آرای دیوان عدالت اداری، همشون اینجا داره هر روز آپدیت میشه و سازمان مالیاتی این مواد قانونی و این بخش ما رو زیر اون ماده مالیاتی مورد نظر ارائه میده. درست شد؟ پس ما یه حداقل کاری که داریم میکنیم تو اینجا اینی که به شما کمک کردیم. این حالا دقیقا من برگردم به عقب، فکر کنم برای یکی دیگه از آیتم ها مثلا ماده 109 هم داریم اگر اشتباه نکنم. ببینید این مثلا ماده 109 هم همین شکل. این هم که وقتی وارد میشید ماده 109، نه این هنوز دقیقا کامل نشده اینجا. بذارید من لینکش رو درست کنم. حتی خالیه فکر میکنم، حالا چیزی نداشتم احتمالاً، نه اینم گذاشتم بعد. خب این هم ماده 149. روی اینکه کلیک میکنید میاد چیکار میکنه؟ اون ماده قانونی برای شما اینجا میذاره به علاوه هر بخشنامه و آیین‌نامه و رأی دیوان عدالتی که پایینش اومده شما میتونید به راحتی تو این ببینید. هرچند که من یک نکته حالا اینجا باید به شما بگم. این تا اینجا که یک شاه کلید من میخوام به شما بگم. بذارید برگردم به حالت قبلم، حالت ماده 143 بیارم. یه شاه کلید میخوام به شما بگم. بخشنامه ها ماده‌های قانونی خیلی زیادن. من که 30 سال دارم کار میکنم اینا رو هم حفظ نمیکنم واقعیت، ولی یاد میگیرم با کتاب قانونی یا بخشنامه چجوری کار کنم. شما باید این یاد بگیرید. ببینید ماده 143 حالا هر چیزی که با هر محتوایی که هست مهم، این عنوان خیلی مهمه. این ماده 143 جزء قانون مالیات‌های مستقیم بخش 4 در مقررات مختلفه، فصل اول تا اینجا که هیچی، قسمت معافیت ها. یعنی کلا من میدونم اگه بخوام در مورد
ماده 143 صحبت کنم، دارم در مورد معافیت، بخشی از معافیت‌های قانون مالیات مستقیم صحبت میکنم. دنبال یک سری معافیت هام، پس اینو در جریان باشید. یک سری معافیت هایی هست که توی قانون اومده، این عنوان داره من این اطلاعات میده، پس این هم به شکل خاص مربوط به شرکت های بورس. بذارید من برگردم و یکی دیگه هم با هم ببینیم. ماده 109 با هم نگاه کنیم. ببینید این قسمت ماده 109 چیه؟ قانون مالیات های مستقیم باب سوم، مالیات بر درآمد، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی. یعنی کلا پس من فهمیدم ماده 109 در مورد مالیات بر اشخاص حقوقی داره صحبت میکنه، محتواش در این خصوصه. درست شد؟ این یکی از نکته هایی که باید شما در کار با قوانین یاد بگیرید. یه بخشی از این فوت فنیه که نحوه کار با قوانین مقررات کلیاتش آشنا بشید و بعد بیاین چیکار بکنید، یک به یک ریز آیتم‌ها. من خودم وقتی کلیات میدونم دیگه میدونم و دنبال چیزی بخوام بگردم باید کجا مراجعه کنم، به چی مراجعه کنم، کدوم ماده قانونی، کدوم سایت، کدوم بخشنامه‌اشو چیزی پیدا بکنم. از این من پیدا میکنم. هیچ کسی این همه ماده قانونی از بر نیست، این همه بخشنامه‌ای که روز به روز در حال تغییر از بر نیست. ضمن که بخشنامه هم بعضاً مال دوره‌های خاصن، ممکنه یه بخشنامه‌ای باشه مال کلی سالها کاربرد نداره، مثلا مال یک سال 85 مثلا تا 90 بالفرض دارم میگم. مثلا ما در مورد تجدید ارزیابی ما 4-5 بخشنامه مختلف داریم، هر کدومش برای یک سال یک سری دورای مشخص، 2-3 سال یک بخشنامه اومده 2-3 سال کاربرد داشته، بعد یه بخشنامه دیگه اومده چند سال دیگه یک کاربرد دیگه داشته، دوباره باز عوض شده. هر کدوم از اون بخش‌ها مال دوره‌های خاص بودن. این اتفاقات هم میفته توی بحث قوانین مقررات. خب دو تا موضوع من خواستم در اینجا کلا به شما توی این ویدئوی شماره 3 آموزش بدم. یکی این که جدول‌های مالیاتیتون رو دسته‌بندی می‌کنیم، ارتباطات اینا رو به شما یاد میدیم و اهمیتشون رو به شما میگیم. یکی از این مطالبی که به شما گفتم جدول اطلاعات اختصاصی هست که خیلی حائز اهمیته. اینو به عنوان شاکرید، غیر از بحث‌های اظهارنامه و حسابداری که ترازنامه و سود و زیان شما در میارید، حتما روی این جدول، از این جدول به عنوان سرنخ استفاده کنید تا یواش یواش وارد یک سری حوزه‌های خیلی مهمتر بشید تو دوره‌های بعدی یا تو مراحل بعدی ارتقای شغلی خودتون. درست شد؟ خب من الان اینجا تو این ویدیو 3 دیگه بیشتر اطلاعات نمیخوام دقیقا وارد بشم، چون زمان ویدیو خیلی زیاد میشه، مجبورم به همین مقدار بسنده کنم. موارد بعدی رو توی ویدیوی شماره 4 به بعد یواشاش گام به گام به شما توضیح میدیم. شاد و موفق باشید. عذرخواهی میکنم صدای منم گرفت آخر کار. خدا نگهدار.